بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. مهربانی مادر انشاءالله نسبت فرزند. زنی میگه همراه دو فرزندی میدیکش نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد. رسول الله صلی الله علیه و سلم که در زندگانی میگه زندگی کم بغلانه اختیار کرده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم چون که دنیا را دوست نمی داشت، بسیار زندگی کم بغل انشاءالله خدا خواهد برای خودش اختیار کرده بود. نزدش میگه 3 دانه خرما داشت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. وقتی که میگه همون که 2 تا فرزندش که اومد، میگه بعد هر سهش نمیگه یک تایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خرما داد. هر دی بچه اونده یعنی زنک نمیگه خرما داد. میگه وقتی که خرما داد میگه بچه ها میگه هر یک تاش میگه نصیبه خچش کو کرد، یعنی خرماش خورد و بعد خوردش دیدن با هر دش خرمای مادرش نگه کرده ایستاده. وقتی که نگه کرده ایستادن میگه یعنی مادر میگه خرما با 2 پاره کرد و نیم تاش ای بچهش نداد، نیم تاش انشالله ای فرزندش نداد. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی این عمل زنک نظارت کرده میستاد، دیده میستاد. میگه بسیار میگه با پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی اومد؟ خوش اومد. پیامبر علیه السلام انشاءالله گفتن میگه پروردگارا با این میگه زن مهربانی نما چنانه که بر فرزندان خود مهربانی کرد. ببینید پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث مبارک انشاءالله ببینید نسبت انشاءالله همون مادر دعای خوب کردن. نصیبه خودش انشاءالله از یعنی ناز دیدنی فرزنداش چیکار کرد؟ البته انشاءالله خدا خواهد یعنی فرزنداش نه تقدیم کرد. البته زنها همین خیرستن. برای اهل اسلام باور میکنه بعضی من زنها رو میدونم و یک فرزندش عمرش گذروندگی است. برای چی؟ سبب که همین فرزندم خور نشود. لیکن دستی موین درنده، دستی مثال موین در پدرنده، مقصد عذاب نکشه. گفته مادرها به خاطر انشاءالله فرزندهاشو تمام عمرشون گذرندگی زنها وجود دارند. نه که ما پدرها بیرحم هستیم. یک موسفید میگه کسی را میگه زنش مرد، مردک در را همین رو مرچیزی گفته فکر میکنه که کیا میگرفتوشم فکر میکنه. میگه اگر زن مبادا شوهرش مرد، فرزند ما چکل تربیه میکرداشو میگفته. یک فرزندم حالش چی میشه؟ چی کار میکنه؟ غمی کیا میخوده؟ فرزندش میخوده. آوازش میگه دیگر موضوع فرزند. روز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نبیراشو بهترین شیرین ترین نبیراشو امام حسن و حسین یعنی حضرت علی یعنی فاطمه دخترشون چی فرزند داشت. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حضرت علی یعنی علی فرزند داشت، امام حسین سے گفته میگه در کنارش بوسه کرد. میگه ای چهره هاشو در نزد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یعنی اکره پسری قابیس میگه حضور داشت که از رفتار میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی عجیب میگه بشید یا که ناراضیش دیت بیان کرد. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من گفت 10 فرزند دارم. گفت 10 فرزند دارم. گفت حالی یگان تشم مچک نکردم، یعنی بوسه نکردم. در جوابش رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ کسی که گفتن نسبت دیگرها دل سوزی مهربان نیست، الله تعالی و هم نسبتش یعنی مهربانی نخواهد کرد. نگفت تو چه خیلی هستی؟ گفته گفت یعنی اکره گفت پسری خوبیست. تو چه خیلی انسانی که گفت که 10 فرزند گفت ولی بوسه نکرده.
حتی که بوسه کردن، نوازش کردن انشاءالله خونه فرزندهای خورسال یا که نبیره ها ای سنتی که بده رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم بسیار حسن حسین انشاءالله خدا خواهد دوست می‌داشت. بار می آمد خدا خواهد خونه میگه حضرت علی پیغمبر اسلام انشاءالله چی بازی میکرد با نبیره هاش خدا خواهد انشاءالله. حتی اینکه انشاءالله خدا خواهد دیل و یا شاد کردن یا به یگان پول و چیز به یگان چیز و چاره، حتی انشاءالله خدا خواهد سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم. روز عید بود میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بینین در کوچه میگه وقتی که نماز برمد اولین انشاءالله خدا خواهد زیارتی حضرت فاطمه میومد. بسیار فاطمه را دوست میداشت. رند آمد میگه در یک کودکا بازی دارن در کوچه، روزی عید خرسندی شادی نه ماتم روزی مسلمانان انشاءالله خدا خواهد این افضلین پرازنیک شد، این خرسندی روز شد. همه کودکا بازی دارن. میگه یک کودک میگه در چکه رو میگه گریسته است دادا. بعد گفتم بچه افتن امروز روزی شادی های روزی خرسندی های تو با جای این گریه میکنی؟ گفتن پدر مرد، مادرم دیگر شوهر کرد، او پدر من از خونه برآورده پیش کرد. گفت میخوای؟ گفت من پدرت باشم. میخوای؟ گفت عایشه مادرت باشه. گفت میخوای؟ گفت فاطمه اپچت باشه، امام حسن امام حسین اکد باشه. البته گفت رسول در کنارش گرفت میگه برد خونه. چیکارش کرد؟ انشاءالله حضرت عایشه مادرمون گفت که میگه این خدا خواهد لباسه خوبش پوشونون، یعنی خدا خواهد انشاءالله یعنی زیباش که امروز بارد من پدرش تو مادرش هستی. وقتی که میگه کودک کوچه برمن میگه بسیار بازی کرد، هم حیران شدن. گفتن حاضر تو در یک چکه گریسته سادی؟ نور گفت خرسند هستی؟ گفت من امروز پدردار شدم، مادردار شدم، اپچه دار شدم، اکا و دادر دار شدم. من پیغمبر صلی الله علیه و سلم بچی فرزند انشاءالله قبول کرد. عزیزانی من بینید پیغمبر ما شما محمد صلی الله علیه و بسیار دلسوز بود، بسیار مشفق بود، نه نسبت عائله خودش بلکه نسبت دیگر انشاءالله عائله ها هم خدا خواهد انشاءالله، لیکن نسبت دیگر بیگونه مرد هم بیگونه انشاءالله زن ها هم پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم چی داشتن؟ الحمدلله مهربانی داشتن. مقصد از این انشاءالله موضوع مقصد ما هم چی است؟ ما هم انشاءالله خدا خواهد نسبت عائله ما اولا خدا خواهد ما بیگونه رمونیم نسبت عائله‌مون، نسبت انشاءالله خدا خواهد یعنی فرزندامون، نسبت انشاءالله دخترامون خدا خواهد انشاءالله، نسبت عممون، نسبت خالمون، نسبت تاغاهامون خدا خواهد انشاءالله، نسبت اکد و دادرامون باید کسی باشیم دلسوز باشیم، مشفق باشیم، با عشق باشیم، با محبت باشیم انشاءالله خدا خواهد. یا دیگر دوست بداریم یا دیگر حرمت کنیم انشاءالله خدا خواهد. الله هم ما شما را دوست می‌دارد و ما و شما هم انشاءالله سبحانه و تعالی یعنی مهربانی میکند و ما و شما هم الله سبحانه و تعالی انشاءالله دلسوزی میکند. برای همه ما حرکت کنیم این مسئله ها خدا خواهد میخواد نموند در کوچه، میخواد نموند در یک مسجد، بلکه ما شما چکار کنیم انشاءالله خدا خواهد عمل کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.